السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چند روزها خواستم که همین ویدیو را بکنم. الحمدلله که روز رسید. همون روز با مقصد دو با مقصد که نزد علاوه ما علاوه پرست نیستیم. ما فقط الله را پرستش میکنیم. فقط الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. مقصد و مطلب ما چی است؟ ببینید که علاوه چقدر در گرفته است. نه ما اوقات کرده سیم در اینجا، یعنی در اینجا علاوه در گرفته است. مثلا انسانی که بیماره، انسانی که بیماری سحر و جادو و جن شیاطین در بدنش است، انسانی که خودش کوشش کنه مثل که نمی علاوه، مثل که نمی بیماره خودش کوشش داره. اگر که انسانی که بیماره نزد یگان رقیه خان میروه، یعنی به مثل رقیه خانی که بگیم ای بیرونه، در اینجا علاوه اینه که تمام در اینجا گرمی کم میرسه در این اوقات. در اصل همین خیلی نه که انسانی که خودش که کوشش کنه با مثل این همی نیا کنین خیلی در گرفته است، نه بگیم اوجه حولش برو میسه جن شیاطین انم خیلی میسه. اگر انسان خودش طاعت عبادت الله بکنه، خودش کوشش کنه، خودش قرآن بخونه، خودش نماز بخونه، خودش تهجد بخونه، خودش با عبادت الله مشغول باشه، و والله که اگر انسان خودش کوشش کنه یک مرتبه خودش کوشش کنه مثل که 10 بار من که ایشون قرآن دیگه بخونه انا خیلی. لیکن متاسفانه ضعیف شده هستیم، میخوایم که اتین ما یک از یک کارا بکنه نمیشه. مثال اتین شما مثل که در اینجا بگیم چی کیست علاوه کیستانه لیکن تمام در اینجا تمام گرم میشه و نیکی نمیپزه. با همون خاطر باید هر یک از ما و شما به مثل نمی علاوه چکو کنیم حرکت کنیم که شیطان درد بتیم. شیطان خودش باید وای داد بگه بدن انسان بروه. والله انسان اگر 5 وقت نمازش بخونه، شب بخیزه تهجد بخونه که همه خواب هستن، دست به دعا بکنه که پروردگارا مرا شفای کامل عاجل عطا بفرما. پروردگارا جز شفای تو شفای وجود نداره. پروردگارا ما را امتحان نکن، ما تحمل کردن نمیتوانیم، طاقت نداریم این بیماری را. پروردگارا شفای کامل عاجل عطا بفرما از خزانه غیبت. الله شفا میده لیک ما نمیکنیم این کارا. الله میگه ادعونی استجیب لکم، طلب دعا کنه از من طلب کنه من اجابتش میکنم. الله در دیگه آیت قرآن میگه و اذا سالک عبادی عنی فانی قریب، هر وقت که میگه بندگانی من از من سوال میکنم من با اونها قریب هستم. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اجابت میکنم دعای اونها را هر وقت اونها از ما طلب میکنن. با همون خاطر از الله طلب بکنین، با یگان مزار نرین، با یگان فالبین نرین، با یگان کاهین نرین، با یگان ساحر نرین، با یگان جا نرین. جا نماز فرتا طهارت بهترین بکن، دست به دعا بکن، نماز بخوان. الله دعات اجابت میکنه. الله میبینه عبادتی تره، الله دعای تره میشنوه، الله اجابت میکنه انشاءالله دعای تره. با همون خاطر فقط تکیه انسان به الله سبحانه و تعالی کنه، الله انشاءالله که شفاش میده. بله. یگان چی گفتنی باشه شین خوری؟ بله شین خوری مثلا که همه سخنا را گفتیم ماشاءالله. عجیب است که اکثریت انسان هایی که در همین درد گرفتار هستند الله شفای کامل تو بده، ولیکن بعضی از برادرها یا خواهرای و مادرایی که هستند طول 10 سال 5 سال بعضیش 20 سال به همین درد گرفتار هستند. همین درد حقا حرکت نمیکنن که قرآن آموزش قرآن خوندنش یاد بگیرن، برای خود سبب نمیسازند. یعنی 10 سال 20 سال در همین درد گرفتاره، ولیکن حرکت نمیکنه که قرآنی که در 1 ماه میتونی تو خوندن او را یاد گرفتن خوندن. قرآن بخون، طاعت عبادت الله بکن، چخیلی که حضرت گفته طاعت عبادت الله بکن، به الله ذوالجلال راز و نیاز بکن. در قسم شب و خیز به الله ذوالجلال راز و نیاز که پروردگارا من ضعیف هستم، ناتوان هستم، تو مثل من دیگر بندگان زیاد داری ولیکن من مثل تو دیگه کسی ندارم. به الله راز و نیاز بگو، انشاءالله الله ذوالجلال دعات قبول میکنه و الله شفات میده. بله، شاید که سبب همون بیماری شما همون باشه که الله تو را بیمار کرد، تا اینکه تو از اسلام با خبر شای، تا اینکه قرآن را بیاموزی، تا اینکه با تلاوت قرآن مشغول شای. بله. الله میگه ورتل القرآن ترتیلا، و در دیگه حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید اقرأوا القرآن فانه یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابه. شما قرآن را بخوانین، قرآن را تلاوت بکنین،
مدرسه که قرآن روز قیامت شفاعتگر می باشه برای همون شخصیتی که او را تلاوت کرد، برای صاحبش. به همون خاطر شاید که بیماری همون سبب باشه که قرآن خوان شه تا اینکه قرآن روز قیامت را شفاعت کنه. الله نگهبانتون باشه. فی امان الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.